فرزندان ماتریکس یکی از آثار برجسته دیوید آیک است که در آن ادعا می‌شود جهان ما تحت کنترل نژادی فرازمینی به نام خزنده‌نماها قرار دارد. آیک در این کتاب می‌گوید که این موجودات از بعدی دیگر به زمین آمدند و با نفوذ در خانواده‌های سلطنتی، سیاسی و اقتصادی ذهن بشر را در یک سیستم فریبنده به نام ماتریکس به اسارت درآوردند. او معتقد است که انسان‌ها کودکانی هستند که در این ماتریکس به دنیا می‌آیند، تربیت می‌شوند و بدون اینکه واقعیت پنهان را ببینند زندگی می‌کنند. کتاب تلاش می‌کند پرده از این توهم جمعی بردارد و انسان را به بیداری ذهنی و روحی دعوت کند. قوی‌ترین و فوق‌العاده‌ترین کتاب دیوید آیک تاکنون هر مرد، زن و کودکی در این سیاره تحت تأثیر اطلاعات خیره کننده است که آیک افشا می‌کند. او با جزئیات مستند نشان می‌دهد که چگونه همان خطوط خونی به هم پیوسته نژاد رپتایر سیاره را برای هزاران سال کنترل کردند. چگونه همه ادیان بزرگ را آفریدند و معرفت معنوی و باطنی را که بشریت را از زندان‌های ذهنی و عاطفی رها می‌کند سرکوب کردند. کنترل خاندان‌های سلطنتی سیاره را برای هزاران سال کنترل کردند. پژوهش‌های بسیار زیادی منتشر کرده که روایت‌های مستند افراد و مدارک علمی پشتیبانی کننده ادعاهای مطرح شده را در آثار خود آورده است. گفتگو با افرادی که خود شاهد ماجرا بوده یا در آنها دست داشتند، کتابی که نه تنها تئوری توطئه نیست بلکه حقیقت توطئه است. این کتاب برای گردآوری